همین است. دیگر نفر سوال داده است: برادری عزیز داملا، پیامبرمان چند فرزند داشتند؟ خواهرها و مادرای عزیز، من از همه شما همچه یک فرزند شما، همچه یک برادر شما خواهش میکنم شما حرکت کنید که حیات پیامبر از روی کتاب ها خوانید. شما خواهید که اگر پیامبر با طریق لازم و در کار شناسین، از تولدش تا وفاتش باید که شما کتاب خوانید. وقتی شما میخوانید حیات او را، بعد در جان و جگر شما این پیامبر نازنین جای میگیرد. اکنون امروز اگر من گویم ای بای برای مسلمان که نداند که پیامبر ما چند فرزند دارد، ولی امروز دیدیم که تمامی گوشتینگیرها را میدانند، تمام بکسیارها را میدانیم، تمام جنگاورهای مثال همون MMA هست یا UFC هست یا مقصد کدامش نباشد میدانیم. فوتبالیست ها را چندین کمانده هایی که در انگلیا هست، در فرانسه هست، مثال در ایتالیا هست، حتی نامه های همون گویم فوتبالیست و نامه های کمانده را میدانیم. یعنی بسیاری از چیزهای را ما و شما امروز حفظ کردیم. میلش بگذار معلومات برای کسی زیاده باشد، من مقابل نیستم. کسی داند خوب با جهان امروزه آشنا بودن، شناس بودن نه است. این مقصد بگذار آدم مسلمان از همه جهت آگاهی داشته باشد. یک کس مرا سوال کرد که داملا همین کتابایی را که بگیم از دستخطای لنین هست ما بخوانیم. بچه بسیار بچه بسواد بود. من گفتم بخوان، بگذار بداند، در گردی همون لنین هم داند که است لنین، در گردی ستالین هم بگذار داند، در گردی مارکس انگلیس هم بگذار بداند. این دانستن، این معلومات داشتن، این بسیار برادرای عزیز خیلی و خیلی مقصد برای ما و شما مفیده، به نهایت خوبه. برای چی دانشمندان میگن به دانایان دم ارزد جهانی، نه ارزد صد سری نادان بنانی. با آدم دانا یک لحظه نشستن ارزش دنیا را داره، لیکن با آدم نادان میگه 100 تاش جمع کن ارزش یک نان یک سامانه را نداره. ولی بسیار از محفل هایی که ما میریم از همه همین آدم ها میپرسن مقصد همین مارکس کی بود، همین انگلیس کی بود. بینین از بسیار این چیزها میپرسن. اگر ما دانیم و امروز بچه های ما که در مکتبه های بسیار خواندیستن، از اینها وقتی سوال ممکنن جواب گوییم، میدونیم که ما یک باره در اونها با یعنی محبت دین و ایمان حتی جا میکنیم که بین میگد داملا بازم آن که آیت هم میداند، حدیث هم میداند، مقصد قصه صحابه را میداند، با جهان امروزه هم آشنا معلومات دارد. از این لحاظ برادر ما را سوال کرده است که انا پیامبر چند فرزند دارد. من در یک سرتراشخانه بودم، بعد یک بچه اومد برم در شیش نوبت ده بدیم. بعد بچه که منم خیلی اول پرسی کردم، جای خواندنش هم پرسیدم. بعد گفتم که همین انا چند الیمنت های خیمیوی هست. در حال جواب گفتن. گفتم همین مندلیو خودش ملتش چیه؟ در حال جواب گفت. بعد از آن از این دادرمون پرسیدم که اسحاق نیوتن گفتگی ما خوانده بودیم، همین نیوتن ملتش چیه؟ وای هم جواب داد. بچه دانشمند بوده. بعد گفتم یک سوال دیگر میتونم، همین پیامبرمون چند فرزند داشت؟ که دیگر جواب دادن نتونست. من گفتم دادر عزیز، من در این علمی که تو گرفتی من طرفدارم. من هم همین آدمای همین دانشمند و میخواندگی را احترام میکنم، دوست میدارم، لیکن بین تو نمیدانی که پیامبرمون چند فرزند داشت، پیامبرمون چند سال عمر دید،
نمیداند. یعنی گویم مهم است، ضرور است برای آدم مسلمان که یک پیغمبری که شفاعت کننده ما هست، پشتیبان ما هست، برای ما همیشه آب دیده میکرد، حتی دم آخرش ده با امتی 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 گفته جان به حق تسلیم کرد. ما امروز ندانیم که پیامبرمان چند سال حیات دید، پیامبرمان چگونه حیات گذرانید و چند فرزند دارد. پیامبرمان برادران عزیز 7 فرزند داشت. بچه‌کاش انا قاسم بودن، طاهر بودن، ابراهیم بودن. 3 تا بچه داشتن، 4 دختر داشتن، همگی 7 فرزند بود. دخترکاش فاطمه بود، رقیه بود، زینب بود، کلثوم بود. همین 6 فرزند همش از حضرت خدیجه بود. 1 فرزندشون ابراهیم از ماریه قبطیه بودن.